مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کار خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. باز هم با یک برنامه پشت پرده دیگه در خصوص افشای فساد در صنعت پررونق سینما ایران و به اصطلاح سلبریتی هایی که عذیب او میکنن، یعنی با این ریل میزنن همزمان با چند نفر دیگه هم ریل میزنن با شما هستیم. امروز هم میخوام راجع به یه سری از این سلبریتی هایی که شما در ویدیوهای قبلی راجعشون کامنت گذاشتید و گفتید که راجع به اونها صحبت بکنیم صحبت خواهیم کرد. اگر باز هم شخص دیگه‌ای مد نظر شما هستش که ما راجع بهش صحبت نکردیم، یک کامنت بذارید، من حتما راجع به ایشون هم به شما خواهم گفت. در این ویدیو راجع به خیلی از افراد می‌خوایم صحبت بکنیم. اول راجع به خانم سحر زکریا بعد صحبت بکنیم که قبلا در ویدیو قبلی مفصل راجع بهشون گفتیم، یه کوچولو گفتیم یه ریز ببریمش کارواش بیاریمش. راجع به مهران مدیری همونجوری که توی تیتر برنامه‌تون گفتم، امیر مهاره، یکتا ناصر، شجاع خلیلزاده که ازدواج کرده جدیدن، آقای سعید روستایی، آرش و مسیح خواننده، کتایون ریاحی، امیر خسرو عباسی شوهر سابق خانم بهاره رهنما که خبر رسیده که از همدیگه جدا شدن، با این سوت و سر و صدا و نمیدونم هیجان و جنجال تو فضای مجازی که خانم بهاره رهنما راه انداخته بود که بله اون خودتون رفتم راه انداخته بودن که ازدواج کردن، جدا شدن از هم دیگه، که راجع به ایشون هم صحبت میکنیم. بریم یه بالا ببینیم، بیایم کانال یوتیوب اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما هستید و تا انتها با ما خواهید بود. اوه چقدر سخت شد. بریم بیایم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بله امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید و امروز هم بهتون گفتم حسابی برنامه پروپیمونی داریم. سلبریتی هایی که وقتی نگاه به عملکرد و فعالیتشون در فضای مجازی و در زندگی واقعیشون میندازیم، میبینیم که حرف زدنشون مثل ردبول میمونه، عملشون مثل دوغ آبلی، یعنی کلا یه فضای دیگه ای هست. و وقتی هم ما راجبشون افشاگری میکنیم که کلا کابل رو میگیرن، اصلا یه جای دیگر رو میگیرن و میگن گردن نمیگیرم کی گفته چی گفته. نمونهش این دوست پسر سابق خانم نازنین بیاتی که عامل و رابط دوستی ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده هم بود، اومده بود دایرکت میگفتش که اینا رو تو که کجا میدونی؟ من که گردن نمیگیرم، یعنی با کمال پرومو گردن نمیگیرم. بعد شروع کرده واسه من یه وایس فرستادن، یه دونه وایس نیست، 7 دقیقه وایس، یعنی وایس یه دقیقه میذاره توی اینستا. و عموما من اصلا این کسایی که حالا ما راجبشون افشاگری میکنیم یا افرادی که به ما پیام میدن من راجبشون صحبت نمیکنم، اما این یه دونه خیلی پر رو بود، یعنی هم کرکوپر پشمش ریخته بود که ما چجوری این اطلاعاتو به دست آوردیم، هم پررویی میکرد و فکر میکنم این مقداری عشق معروفیت داره. به خاطر همین اسم و فامیل و ایناشو کلا گذاشتم کنار این دوست عزیزی که خیلی فکر میکنه معروفه. بریم فایل صوتیشو ببینیم. بیا من این نکته به شما بگم. بابا لو نده آخه، کی آمار انقدر دقیق به تو میده؟ من مغزم داره گاییده میشه. باغ با بزرگ من دیگه همکارای من نمیدونن، تو کجا میدونی آخه؟ تیکه که نازنین گفته تو شرکت رو کسی نشنیده آخه، و تو کجا میدونی همچین حرفی زده به من؟ بعد اصلا گیرم همکار من به تو گفته باشه این حرفا رو. بابا مترو منیریه رو از کجا آوردی؟ این چیز آخه کیش که تو خیابون نبوده که بخوام منو ببینه؟ مغز منو داری میگاهی خدا وکیلی با این آمارات. دستم به نمیرسه آلمانی، ولی نمیدونم دنبال چی داری میگردی تو. آمار اون مهمونی رو از کجا آوردی؟ فرشاد احمدزاده رو تو چجوری پیدا کردی آخه که من واسطه شدم؟ کی آمار اینجوری به تو داده؟ 4 نفر فقط اونجا خبر داشتیم، اونم که نمیاد خودشو خراب کنه به تو بخواد چیزی بگه. آخه تو انتا فالوور داری، بعد جواب همه رو که نمیایی بدی که. من نمیدونم به خدا کجا میاری اینا رو، دنبال چی میگردی؟
ببین تو رو امام حسین من انقدر کسخل نکن. کی بده تو اینقدر اینجوری آمار داره مو به مو میده؟ بابا دارم دیوونه میشم آخه. من رفیقی به اون صورت نداشتم که تو اون مهمونی بوده باشه که الان بخوام مثلا باش در ارتباط باشم یا مثلا خیلی دنبال این مسائل باشه. بله خیلی دنبال این بودش که ببینه کی این سند و مدرک رو به ما داده. البته این واکنش‌ها در بسیاری از سلبریتی‌ها کسایی که ما راجعشون اشاره می‌کنیم عادیه و خیلی هم پیام‌های اینطوری به ما میدن. افراد سلبریتی که حالا من به رسم امانت پیاماشون رو نگه می‌دارم و نشون نمیدم مگر اینکه مثل ایشون خیلی پررو باشن و تو حالا نبوده مثلا آدمی که سلبریتی باشه معروف باشه و مشهور باشه بخواد بیاد دایرکت یا بخواد از طریق واتساپ و جای مختلف ما ارتباط بگیره مثل ایشون پررویی بکنه. و نکته‌ای که حائز اهمیت هستش و ما خیلی رعایت می‌کنیم تو کانال پشت پرده چجوری گفتم این هستش که به هیچ عنوان منبعای خبریمون رو لو نمیدیم. یعنی قانون ما هستش. یعنی طرف تیکه پاره هم خودش رو کنه داداش منم به من زنگ بزنه فک و فامیل و رفیق صمیمی من به من زنگ بزنه دنبال منبع خبری باشه که مثلا این خبر رو کی داده هرگز از ما نخواهید شنید. آقایون سلبریتی و دوستانی که برای ما سوژه میفرستن و بهشون اطمینان خاطر رو میدیم. اگر خواستید سوژه بفرستید من این آیدی که این زیر گذاشتم میتونید سوژه های خودتون رو بفرستید، عکس‌ها و فایل‌های صوتیتون هر چیزی که هست یا فکر میکنید که باید بقیه راجع به سلبریتی که بت هستش و ادعاش میشه خیلی آدم گنده هستش بدونه برای من بفرستید. ما راستی آزمایی میکنیم و تحلیل میکنیم اگه درست باشه منتشر میکنیم. علاوه بر اون آیدی اینستا من زیر نوشتم غیر از این پیج دیگه هم دارم که بالای همین هستش. این دو تا پیج فعلا در اختیار من هستش و بقیه پیجام بسته شده و حالا یه سری از دوستان شیطنت میکنن یا آندرلاین میزنن قبلش بعدش نمیدونم نقطه میذارن این ور اون ور این کارا میکنن. خواهشاً نکنید. من ببینم کپی رایت داره برنامه و کانالتون پیجتون صفحتون بسته میشه. باید از ما اجازه بگیرید. اگر ما صلاح بدونیم ویدیوها رو اجازه میدیم تو پیجتون بذارید. وگرنه من خودم کج نیستم که بخوام تو پیج خودم بذارم. داریم تو یوتیوب میذاریم و به حال ویدیو باید تو یوتیوب باشه. اگر بخواد تو اینستا باشه خودمون صلاح میدونیم میذاریم. خواهشاً مفت ما رو نبرید. مرسی از شما. در خصوص خانم سحر زکریا هم به شما بگم که توی ویدیوی قبلی حالا یه 40-50 دقیقه من راجع به ایشون صحبت کردم. من نمیدونم ایشون داره از چی میسوزه. خانم سحر زکریا قبلا هم گفته الان در کمال آرامش میام خیلی هم جیغ جیغ میکنی. خیلی به من میگن که بابا چجور تحمل کردی یه ساعت راجبش برنامه ساختی و پیاماشو گوش دادی. دیگه به هر حال مجبوریم. اینا جزء سختی‌های کار ماست و باید تحمل بکنم اینا. اما خانم سحر زکریا که خیلی من نمیدونم کجا بهت فشار اومده. تو که میگفتی تو سینما ایران فساده تا موقعی که کار میکردی نمیدونم پاورچین و چند تا سری قهوه تلخ و در حاشیه اگر اشتباه نکنم یا چند تا سریال دیگر رو کار میکردی با آقای مهران مدیری و بقیه که حالا احوالت خوب بود. اون موقع هیچ چیزی بد نبود. مهران مدیری خوب بود. ایکس و وای زد خوب بود. الان من نمیدونم چی شده که شما اینقدر داره به فشار میاد و انگار مثلا بعضی از این بازیگرا من دیدم راجع به مهران مدیری صحبت میکنن و میگن که مهران مدیری ما رو بدبخت کرد و دیگه به ما کار نمیده. انگار مثلا سرجازی خونه ایناست و بعد به اینا گارانتی بده مهران مدیری که باشون کار بکنه. راجع به مهران مدیری من افشاگری دارم که الان انجام میدم جلو تبرتون. یعنی دفاع نمیخوام بکنم. ولی خب به هر حال ببینید توی ایران صنعت سینمای ایران به صورت گله‌ای و تیمیه. یعنی یه گله با همن، یه تیم با همن، یه گروه با همن. مثلا یه گروه با هم دیگه مثلا شدن تیم آقای اصغر فرهادی. یه گروه شدن مثلا تیم آقای مهران مدیری. یه گروه شدن مثلا تیم جواد رضویان. یه گروه شدن تیم رضا عطاران که با هم دیگه گروه و گله هم با هم دیگه کار میکنن. گله هم واقعا باید بگیم چون واقعا یعنی چیز عجیب و غریبیه توی بعضی از این پروژه‌های سینمایی. خود اون سینماگرا میدونن که یعنی 100 رحمت به گله گوسفند شرف داره به اینا. یعنی یه سری کثافتکاری اینا میکنن که تو باغ وحشا قفله. و از اون طرف مثلا یه شخص دیگه من اینجا بنویسم راجبش حتما جلوتر راجبش صحبت میکنیم در خصوص مهران مدیری و آدم‌هایی که هستن. بله. سیستم هم اینجوری هستش که مهران مدیری مثلا میاد توی
چند تا از فیلم‌ها چند تا بازیگر رو انتخاب میکنه و میگه من بعد با همین چند تا بازیگر خب پروژه‌مو ببندم و تموم بکنم. بعد تو این پروژه مثلا میاد شبای برره یا قهوه تق پاورچین رو میسازه و این 4-5 نفر در کنار هم دیگه خب میشن یه تیم خوب طنز پردازی در همون دهه‌ای که مهران مدیری برنامه میساخت. خب طبیعتا برای پروژه‌های بعدی سینمایی اگر یه دونه بازیگر اینا رو قال بذاره و با اینا کار نکنه، اینا دیگه باش کار نمیکنن. میگن آقا شرط ما با شما این هستش که این علی اوجی بود، من اینجا بنویسم بدم نره که راجعش میخوام صحبت کنم، این هستش که باید اون طرف تو پروژه ما باشه، یا به نوعی انحصار صورت میگیره. بازیگران خب میبینن خب بهتره دیگه تو پروژه مهران مدیری باشن، معروف میشن، مشهور میشن، به حال طنز همه میبینن و این انحصار طلبیه اصطلاحاً بعضی وقتا براشون خوبه. یه 10 سال 15 سال که مهران مدیری مفت این بازیگر رو میبره، یا مثلا امثال تیم‌های طنز یا بقیه فیلم‌ها مفتشون رو میبره، بعدش میره بازیگرای جدید. اینا میگن پیشنهاد بقیه کارگردان‌ها رو به خاطر این نمیدونم تیم و تیم بازی و گرو کشی و گروه بازی اینا و بقیه رو پس زدن و فقط با تیم مهران مدیری کار کردن، دودش رفته تو چش خودشون. بعدش من جیغ جیغ میکنم آقای مهران مدیری ما رو بدبخت کرد. شما خودتون خیلی علاقه داشتید که این اتفاقات بیفته و توی پروژه‌های مهران مدیری و امثال اون باشید. از اون طرف برای من استوری گذاشته، نمیدونم دنبال سند و مدرک و از این صحبت‌ها، حالا با اوناش کاری نداریم. 2 تا نکته داره پست استوری که برای من گذاشته بود. اولا از واژه حیوان استفاده کرده بود برای فحش. بعضی از حیوونا هستن، اینو طرفدار حقوق حیوانات و کسایی که یه حیوان خونگی تو خونه‌شون دارن خیلی میفهمن. امثال شما سلبریتی‌های این تیپی که از واژه حیوان برای فحش استفاده می‌کنید نمیفهمید، حقم دارید. بعضی از حیوانات هستن که از بعضی از انسان‌ها و آدم‌ها آدم‌ترن. وفایی که بعضی از این حیوونا دارن، رفتاری که بعضی از این حیوونا دارن و انجام میدن از 100 تا از این آدم‌ها بیشتره. شما از واژه حیوان برای فحش استفاده می‌کنی؟ به توی آلمان نگاه بکن، مثل بچه خودشون چیزی که شما به عنوان حیوان و فحش میدونی نگه می‌دارن و بزرگ می‌کنن. این نکته اول، این نشانه بیسوادی شماست. و مورد بعدی هستش که توی اون استوریش از واژه خانوم استفاده کرده برای تحقیر و تمسخر من. گفته از حالا به بعد بگیم خانوم امین فردی، نه آقای امین فردی. و شما این کلامتون، این حرفتون خودش یه نوع زن ستیزیه. یعنی شما مرد رو یا آقا رو بالاتر از خانوم یا زن میدونید و برابری رو شما در نظر نمیگیرید و اگر میخواد کسی رو تحقیر بکنید از واژه خانوم استفاده میکنید. این نشانه بیسوادی و بیشعوری شما رو میرسونه، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیشه گفت. به خاطر اینکه واژه زن رو یک واژه‌ای میدونی که میتونی باش تحقیر بکنی. من زنانی رو توی اون سرزمین ایران و کل دنیا میشناسم بهتر بگم، که از خیلی از مردها مردترن، با مرامترن، به اصطلاح خودمون با وفاترن. شما چرا از واژه خانوم وقتی استفاده میکنید برای تحقیر استفاده میکنید؟ هنوز سوادت اونقدر نیست. بعد ادعا میشه 28 سال تو سینما ایران بودی، هنرمندی، هنوز بلد نیستی چه جوری صحبت بکنی، بلد نیستی چه واژه‌ای استفاده بکنی. حقم داری. کسی که با رانتولابی توی سینما ایران باشه وضعیتش هم بهتر از این نیست. حالا شما برو صبح تا شب جیغ واق بکن، مردم خودشون بهترین قاضی هن. از همین کلماتی که از دهان شما که زایده تفکر شماست بیرون میاد متوجه میشیم که شما چه سوادی داری، چه شخصیتی داری. یکی از این دفترهای فیلمسازی و تهیه کننده خیلی معروف، بهتون گفتم من با خیلی از این آدم‌های سلبریتی و تهیه کننده اینا ارتباط دارم. میگفتش که قضیه مال 1 ماه پیشه. تو همین جیغ و واقعی که ایشون میکرد که میگفتش بیکارم و اینا، میگفتش ما ساعت خاطره ایشون رو من دارم نقل قول میکنم. گفت 5 بعد از ظهر ما زنگ زدیم به خانم سحر زکریا، گفتیم ما به کاری بهش بدیم و اینا توی یکی از پروژه‌ها باشن و پیشنهاد بکنیم که دعوتشون بکنیم بیان دفتر فیلمسازی ما و فیلم بازی بکنن.
گفت 5 بعد از ظهر ما زنگ زدیم رو موبایل ایشون چون جواب داده گفته که بله بفرمایید خجالت نمیکشید نصف شب زنگ زدید به من. میگفت خانم محترم ساعت 5 بعد از ظهر نصف شب کجاست؟ یعنی فکر کنم یه چیزی میزنه. امیدوارم اتفاق نیفته. میدونم که درگیر سری از بیماری هاست و قرص مصرف میکنه. فکر کنم این قرصایی که داری مصرف میکنی یه مقداری نمیسازه بهت خانم سرزکر. منم مراد تو دارم میکنم به خاطر این خیلی آروم یه چیزا رو نمیگم، یه چیزا رو نشون نمیدم. مراد حالتون میکنم که ان شاءالله توی کارت موفق باشی و ممنون کار نشی بیشتر از این. یا مثلا اون خانم پرستو سالی که حالا رفته ترکیه، حالا راجع به ایشون بعداً مفصل صحبت خواهیم کرد. حالا دعوا و این صحبت‌ها رو دارن میکنن، راجع به ایشون هم میگیم. بحث مهران مدیری شد که یه مدتی خب علی اوجی به هر حال من میشناسمش. بهتر بگم من به عنوان کسی که میشناسم دوست ماست. ولی خب ببخشید آقای اوجی مجبورم اینجا از شما بگم و تعارف ندارم من تو کارم با هیچ کسی. یعنی مافیایی که شما توی برنامه دوره همی راه انداختید آقای علی اوجی اصلاً قشنگ نیست و از خواننده ها که پول میگیرید، از یه سری از هنرمنده و تهیه کننده ها که پول میگیرید، از منظورم از خواننده ها اینا میان الان جلوی دوربین حاضرن براتون قسم بخورم بگم ما به جون فلانمون از خواننده ها پول نمیگیرید. بله از مدیر برنامه‌هاشون میگیرید و بیخود هم نیست میاد تو این برنامه‌هاشون. تو تمام برنامه‌ها که اینا دعوت میشن، نمیدونم شب آهنگی و دوره همی و نمیدونم برنامه همرفیق و جای مختلف، همه خواننده ها شل کردن پول دادن، همشون. و اصلا یه فسادی توی سیستم خواننده ها هست. حالا حرف تو حرف باز میشه، بعداً مثلا صحبت میکنیم. مثلا اون آهنگی که یه سری از این خواننده ها میخونن، حالا بعداً یه برنامه تخصصی اگه بشه چند روز دیگه میسازم از این آهنگایی که خواننده های ایرانی میسازن و کوور و کپی یه سری از این خواننده‌های خارج از کشوره و حالا صحبت میکنم راجع به این ماجرای موسیقی و ساز موسیقی و اینا. بریم به بحث این علی اوجی بپردازیم، بحث باز نشه. علی اوجی کسی که خیلی از افراد پول میگیره میارتشون تو برنامه مهران مدیری و حتی آقای علی اوجی که دوست ما هم هستی، چند تا از دوستای من با شما تماس گرفتن و درخواست کردن که مهران مدیری رو ببینن و مهران مدیری ازشون تست بگیره. شما از این افراد درخواست دریافت پول کردی برای اینکه مهران مدیری رو ببینن. هم شما دوست منی، همون بنده خدایی که این پیام به من رسونده. اگر خواستی شماره منم تو واتساپ داری، زنگ بزن من بیارمش بالا که بهت اثبات بکنم که همچین اتفاقی افتاده و شما پول گرفتی، که مصاحبه کردی با خود منم یه بار مصاحبه کردی حتی و گفتی ما پولی دریافت نکردیم، اینا شایعه است. اون زمانایی که میگفتن که برنامه دوره همی از خواننده‌ها یه سری افراد پول میگیرن و به نوعی علی اوجی الان شده کسی که مثلا بعضی به شوخی میگن نون خونه مهران مدیری و خدنگ مهران مدیری شده علی اوجی. اگر این هم نیستی راجع به این قضیه هم بیا توضیح بده های علی اوجی. دیگه به هر حال همه میدونن دیگه راجع به شما. مهران مدیری منم قبلا گفتم اون ماجراش با سحر زکریا و دوستیش تو اواخر دهه 70 و اواسط دهه 80 که سال 80 زن مهران مدیری میفهمه. مهران مدیری که همیشه تو منطقه سعادت آباد هم بوده، مثلا سریال پاورچین رو تو همون منطقه سعادت آباد ساخته. سال 85 شب‌های برره گویا لوکیشنش تو سعادت آباد بوده و یه سری اطلاعات عجیب و پشم‌ریزون از مهران مدیری دست من رسیده که میخوام بهتون بگم که جالبه. الان در حال حاضر یعنی چیزی که من جدیدن شنیدم هم یه دور خب با خیلیا بوده که من راجبشون قبلا صحبت کردم، با همون خانومی که طراح لباس هستن و رفته بودن فرانسه با هم دیگه، خانم غزاله اگر اشتباه نکنم، با همین ایشون هم فعلا داره زندگی میکنه. این چیزی که من شنیدم. یه زن داشته خانمش اسمش هست مژگان رمضانی که من شنیدم که خانمش خیلی اهل جادو و جنبل و سحر و طلسم و این چیزا هست و از اون طرف مادر زنش هم خانم ناهید بغدادی و خواهرزنش هم یه دونه خواهرزن کوچیکش هست مهتاب مهاجر که فامیلیش با زنش یکی نیست، چون از یه شوهر دیگه‌شه. مدیری بعد از برنامه ساعت خوش، وقتی برنامه ساعت خوش رو میسازه، اون موقع با منشی صحنه میریزه رو هم
که دست برغذا منشی صحنه هم شوهر داشته، متأهل بوده. همون سالها برای شلاق و زندان میبرن و مادر زنش خانم ناهید بغدادی که وضع مالی شامالا خوب بوده شلاق رو میخره، چون اون سالها مدیری آنچنان پول زیادی نداشته، که بعد از اون پاورچین رو میسازه که توی پاورچین اگه دقت بکنید ماشین مهران مدیری یه دونه دو 32 قرمزه که ماشین خودش بوده که میخره و توی اون برنامه میسازه. بعدش یه دونه زانتیای سفید نقره‌ای اگر اشتباه نکنم میخره تو سریال نقطه چین، رنگش رو زیاد یادم نمیاد، ولی هر ماشینی که میخره تو سریالش میره و همینجوری کم کم میره جلو. راجع به اون بحث شراکتش با این شرکت‌های ستاره 780 مربع و جاهای مختلف و اینکه پولایی رو به عنوان ارزش افزوده از مردم میگیره و اونا رو همه شریک، یعنی این ستاره 780 مربع و جاهای مختلف رو همه شریک هستش که به نوعی پول سنگینی هم دارن به زور از مردم میگیره. راجع به ارسلان قاسمی هم بگم که همین 2 ساعت پیش تو فرودگاه ترکیه به تهران پرواز آتاتورک با دوست دخترش جدیدش به اسم سروناز بوده. این 2 ساعت پیش اینم عکسش توی فرودگاه داغ براتون دارم پیشگری میکنم با کنجد روش. آقای سعید روستایی با خانم سها نیاسی دوسته. راجع به کتایون ریایی هم به شما بگم که توی هتل الیت قبرس توی کازینوهای هتل زیاد رصد شده. همین خانم کتایون ریایی که خیریه داره. بله. برسیم به امیر خسرو عباسی که از خانم بهار رهنما هم جدا شده. ایشون هم خیلی داستان زندگیشون جالبه و هیچ وقت راجع به خانواده‌اش اگر دقت بکنید مصاحبه نمی‌کنه. میخوام به شما بگم که بعضیا چجوری از امیر خسرو عباسی میشن حاج امیر خسرو عباسی که مصاحبه میکنن و حاجی میندازن دور خودشون. از این حاجی‌ها زیاد داریم ما تو ایران که اینجاشون جای مهره دمپایی و جوراب سفیدم پاشونه و هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن. 2 تا خواهر داره این امیر خسرو عباسی به اسم الهام و آرزو. 2 تا برادر داره امین و احسان که ماشاءالله هر دو درگیر دود و دم و مواد و اینا. پدرشون هم راننده کامیون بوده. توی رومانی این کسایی که حالا دزدی میکنن وسط را به اصطلاح خودمون میگن راهزن میگیرن و خفتش میکنن و میزننش و پدرش کشته میشه توی رومانی. توی الهیه توی خونه سرایدار بودن که توی اون خونه دزدی میکنن. یه خونه بوده که اصطلاحاً عرضم به حضور شما سرایداری میکنن و خونه میدازنشون بیرون. مال یه دونه شخص آلمانی بوده، یعنی ایرانی آلمانی تو آلمان زندگی می‌کرد، اون خونه‌شون هم مراقبت می‌کرد. بعدش میرن خونه بنده خود دیگه که انقدر شرایط مالیشون هم بد بوده، تو خونه اون طرف چند سالی رو زندگی میکنن تا اینکه یه کمی امیر خسرو بزرگتر میشه. توی بچه خیابون کوهنه توی تهران با یه دختره میریزه رو هم. دختره یه مقداری عاشقش میشه. دختره حالا نمیدونم فکر کنم پردهشو میزنه و اینا و از اون محله فرار میکنه. یه مدتی رو گم و گور میشه، چند وقتی رو نبوده و بعدش ازدواج میکنه و میاد گردن نمیگیره این موضوع و میگه که نه این من نبودم و اصطلاحاً یکی دیگه بوده. یه مقدار توی هیئت کار میکرده و این پولایی که مردم کمک میکنن به هیئت‌های مال محرم و جای مختلف که مثلا مرغ و گوشت و اینا بگیرن، پولای اون هیئت رو من شنیدم کشیده بالا و برای خودش یه دونه بیزینس آرایشی بهداشتی راه انداخته و بعد شده حاج امیر خسرو عباسی. فقط یه لطفی بکنه ایشون به درجه به خانواده‌اش صحبت بکنه ما ممنون میشیم. بله راجع به امیر مغاره هم بهتون بگم که خیلی دوستان گفتم با سر قریشی بود که کات کرد و مسئله‌اش هم تموم شد. 2 روز پیش ایشون میرن مطب زیبایی یه خانمی تو تهران به اسم خانم سمانه که کار زیبایی و اینا انجام میده. نمیدونم کار پروفایل یا چیز من که سر در نمیاد که بعد از اینکه میره اونجا یه دونه پست میذاره 2 روز بعدش با همین ایشون میره کیش و این کیش هم ماشاءالله برای خودش تایلندی شده. همه میرن کیش عشق و حال چون اونجا خونه دارن، هیچ به هیچکی نیست
میره توی کیش عشق و حال با این خانم و خانم هم برمیگرده تهران. یعنی هم مفتی کار زیباییش انجام داده، هم بردتش کیش، هم اونجا کارهای اداریش انجام داده. امیر مغاره بابا باری کلا به شما. و راجع به شجاع خلیلزاده هم میگم که خبر رسیده که ایشون ازدواج کرده. یه عکس هم جالبه که یکی از فن پیجاش گذاشته بود نوشته بود پایان فعالیت، یعنی به محض اینکه شجاع خلیلزاده عکس با زنش گذاشت این فن پیج نوشت پایان فعالیت. بهتون گفتم دیگه 90% این فن پیجا رو ما بهشون میگیم خدنگ و اکثرا بچه‌های دبستانی و دبیرستانی هستن که روی اون شخص کراش دارن و براش فن پیج میزنن و به خیال این که مثلا اون فن پیج حالا بتونه با طرف رابطه برقرار کنه، عاشقش بشه و بگیرتش. یعنی به خیال خودشون زیر خیال باطن، یعنی خیالتون تخت شما در طول تاریخ بشریت یه فن پیج رو بیارید که یه شخصی باشه ازدواج کرده باشه، یعنی فقط به عنوان خدنگ مدنگ. حالا شاید یه ران دوران بزنن، جدیدن هم مد شده دیگه فن پیجا رو میزنن، یعنی باهاشون میبرش کار اداری و اینا. که همین آقای شجاع خلیلزاده با یک نمایشگاهدار دوست بوده به اسم سجاد، حالا فامیلیش بماند که بابای سجاد از اون بچه پولداراست تو اینا دیگه، باباش هم ماشین تولید میکنن و خونه دارن و زمین و اینا. با اون سجاده دوست میشه که نمایشگاه ماشین داشته و باهاش میره و میاد و میبینه واو چه خونه لاکچری دارن. خواهر اون سجاده رو میگیره و خواستگاری میکنه و ازدواج میکنه که برای مثلا خیلی دیگه هم ماشین گرفته مثل فرشاد احمدزاده و سروش رفیعی و اینا. حتی مثلا حسین کنعانی چند تا دیگه هم برده بوده اونجا که ماشین بخرن، نه که حالا بعضیشون هم معاملهشون نشده بوده. راجع به یکتا ناصر هم بگم که سال 85 قبل از اینکه ازدواج بکنه با این شوهر جدیده با حمیدرضا پگاه بوده. امیرحسین ستوده هم با خانم متین ستوده بوده، نشون به اونشون که توی اون سریال خونگی رالی 2 با هم دیگه بودن. فکر میکنم که تا همینجا کافی باشه در خصوص خیلی از افراد صحبت کردیم. فکر نکنم چیز دیگه باقی مونده. اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه